به نام خداوند بخشنده مهربان. بسیار قصه جالب. میگوید زن در بازار با کوزه روغن میگشت. مرد ثروتمند با غرور و تکبر و در تن لباسهای گرانبها از نزدش میگذشت. ناگهان میگه کوزه در دست زن لرزید و روغن به لباسهای مرد ریخت. فغان مرد به آسمان پیچید. ای زن بی عقل، چی کار کردی؟ میدانی این چقدر ارزش دارد؟ فوراً به من پول این را بده. زن بیچاره گفت جناب، من زنی بینوایی هستم و پول ندارم. مرد متکبر گفت من کار ندارم، خود حاضر به من 1000 دینار ارزش لباسم را میدهی. زن گفت من اینقدر پول ندارم ای مرد. مرد گفت من کار ندارم، فوراً 1000 دینار را برای من پیدا میکنی. زن بیچاره هرچند با گریه و ناله التجا کرد ولی قلب مرد مغرور رحم نداشت. این لحظه جوان حادثه را دیدن نزد آن مرد آمد و گفت جناب، این زن بینوا است، او را نزد مردم شرمنده میکنی. او از کجا 1000 دینار به تو میدهد؟ مرد مغرور گفت من کار ندارم، فوراً 1000 دینار پیدا میکند. پس جوان گفت من از جانب زن این پول مبلغ گفته شما را 1000 دینار را میدهم. مرد پول را گرفت و رفتنی شد. جوان او را صدا کرد کجا می روی؟ مرد جواب داد تو چی کار داری؟ آیا مبلغ لباس را گرفتی؟ مرد جواب گفت بله گرفتم. پس چرا لباسم را به من نمیدهی؟ میخواهی هم پول را و هم لباس را با خود ببری؟ مرد مغرور در حیرت ماند و فکر کرد و گفت من اگر لباس را بکشم پس با لباس چگونه بروم؟ جوان گفت من کار ندارم، من لباس را خریدم و آن از من است. تو چی میپوشی به من فرق ندارد، خود حاضر لباسم را به من میدهی. مرد مغرور گفت مرا نزد مردم شرمنده میکنی؟ جوان گفت من کار ندارم، فوراً لباسم را به من میدهی وگرنه به نزد قاضی میبرمت. از غرور و تکبری مرد اثر میگه نمانده بود و به التجا آغاز کرد مرا شرمنده مکن. ولی جوان رحم و شفقت نداشت و تکرار میکرد من کار ندارم. پس مرد گفت بگیر 1000 دینارت را و برو. جوان در این لحظه چی گفت؟ میخواهی لباس مرا باز بخری؟ اکنون نرخ آن 2000 دینار است، خواهی بخر نخواهی لباسم را بده. مرد مغرور میگد به فغان آمد چگونه 2000؟ من بر عوض آن 1000 دینار گرفتم. جوان گفت من کار ندارم، خواهی بخر نخواهی لباسم را بده. آن مرد گفت این ظلم است ای جوان، تو چی کار میکنی؟ جوان گفت اکنون آیدی به ظلم سخن میکنی؟ چرا به این زن ظلم کردی و پروای نکردی؟ پس میگوید مرد مغرور خجالت زیاد کشید و مبلغ را به جوان برگرداند و از زن بیچاره عذر پرسید. فایده های قصه. از این قصه ما چی گرفتیم دوستانم؟ غرور و تکبر عاقبت شرمندگی می آرد و بیچارگان دست یاری دراز کردن نشانه جوان مردی می باشد. نه هر چیز را با پول می شود برکشید. با شما بودم بنده عبدالله.